الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. صدق الله العظيم. سروران گرامی و حضار محترم، قبل از هر چیز دوست دارم اعتراف بکنم بنده حقیر کوچکتر از این بودم که در این جایگاه در مقابل شما عزیزان قرار بگیرم، ولی چه کنم که دستور اساتید بود که امتثال امر اونها بهتر است از ادب. امتثال الامر خیر من الادب وهم اکبر منی علما قدرا و سنا. سروران عزیز، صحبت از صحابه رسول هست. این ستارگان آسمان تاریخ ما، شاگردان بزرگترین دعوتگر جهان اسلام، این مصلح کبیر دنیا، نبی آخر زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، کجا بودند قبل از اسلام در عرب جاهلیت؟ و به برکت تربیت این مصلح بزرگ که جهان به مثل اون در دنیا ندیده، همه انبیا، همه دعوتگران، هرچند که مقامشان خیلی بلند هست، ولی هیچ معلمی، هیچ مصلحی دعوتگری به پای اون نبی ما صلی الله علیه و سلم نمیرسه و نرسیده. دیروز چنان که گفتم در عرب جاهلیت در کتب تواریخ و سیرت از اونها ذکر شده. کلبی میگوید: كان الرجل اذا سافر فنزل منزلا اخذ 4 احجار. وقتی یکی از اون عرب جاهلیت وقتی سفر میکرد به جایی، اونجا 4 سنگ را به دست میگرفت. فنظر باحسنها فاتخذه ربا. 4 سنگی که افتاده بود میگرفت و نگاه میکرد که از این 4 سنگ کدوم از اینها زیبا و قشنگ و بهتر هست. فاتخذه ربا، و اون را به عنوان رب در همونجا انتخاب میکرد و در مقابلش کرنش میکرد و ستای باقی مانده را در زیر دیگش قرار میداد به عنوان پایه دیگ. و اذا ارتحل ترکه، وقتی که بلند میشد میرفت، اون سنگی که به عنوان اله انتخاب کرده بود همونجا میانداخت و میرفت. کجا بودند؟ مصداق آیه قرآن الله تعالی میفرماید: ثم رددناه اسفل السافلین. به جایی رسیده بودند حتی از حیوان هم بدتر بودند. تعبیر قرآن: ثم رددناه اسفل السافلین. اما بعد از اینکه مسلمان شدند، در خدمت نبی ما صلی الله علیه و سلم، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، وقتی در مقابلش زانوی تلمذ زدند، به کجا رسیدند؟ عقبة بن نافع قصهش در قسمت‌های آفریقای شمالی در کتب معتبر تاریخ ما الکامل فی التاریخ لابن اثیر و در کتاب تاریخ الطبری نقل شده
که وقتی به صحرای به جنگل‌های آفریقا وقتی رسید بعد از فتح مصر در دوشادوش عمرو بن عاص بود، وقتی به جنگل‌های آفریقا رسید اراده کرد، گفت که همین قسمت را من برای شهر انتخاب میکنم و در شهرهای مسلمین که اونجا قوم بربر بود میگه که اونجا را برای ماندن و بودن انتخاب نکرد، یک قسمتی از جنگل را انتخاب کرد، گفت که اینجا ما شهری بنا خواهیم کرد. همکارانش آمدن گفتن که ای امیر چطور اینجا میخوای شهری بنا کنی حالا که اینجا جنگلی هست و حیوانات وحشی و حشرات؟ میگه 30 تا صحابه بود، باقی تابعین بودن در لشکرش. همون 30 نفر صحابه را پیش خود خواند و جای بلندی رفتند و خطاب به حیوانات وحشی جنگل و حشرات جنگل خطاب کرده، صحبت کردند. أيتها السباع والحشرات نحن أصحاب رسول الله. ای حیوانات وحشی جنگل، ای حشراتی که شما در جنگل قرار دارید، آیا میدانید ما کی هستیم؟ فرمود نحن اصحاب رسول الله، ما صحابه و یاران نبی آخر زمان، رسول خدا هستیم. ارتحلوا عنا فإنا نازلون. فرمود این شما این جنگل را تخلیه بکنید، فإنا نازلون، که ما امشب اینجا ما اتراق میکنیم. بعدا میگه تهدید کرد، فمن وجدناه بعد قتلناه. تهدید کرد، فرمود اگر بعد از این اعلام ما کسی از این حیوانات وحشی و حشرات در داخل جنگل ما بیابیم ما قتلش خواهیم کرد، میکشیمش. تهدید کرد. در کتب تواریخ آمده فلم یبقى منهم الا خرج هاربا حتى السباع تحمل اولادها. قوم بربر میگه دیدند که ما دیدیم با چشم سر خود که حیوانات وحشی جنگل و حشرات داشتند جنگل را تخلیه می کردند به خاطر این مهمانان. حتی السباع تحمل اولادها. حیوانات وحشی اولاد خود را گرفته داشتن، از جنگل داشتن بیرون می رفتن. تو ز حکم داور گردن مپیچ، تو ز حکم داور گردن مپیچ، گردن نپیچد ز حکم تو هیچ. قصه حضرت عمر رضی الله عنه به رود نیل مصر، قصه اش را اکثرا دوستان شاعر شنیدند. خودش در مدینه نامی می نویسه به رود نیل که عمرو بن عاص با حضرت عمر مشاوره کرد که آب رود نیل هر سال قطع میشه، از جاری شدن میمانه، ما چه کار بکنیم؟ قصه را من کوتاه بیان بکنم. حضرت عمر رضی الله عنه خودش در مدینه با یک قلم و کاغذ نشسته در مدینه خطاب داره میکنه رود نیل را. من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر. ایها النیل ان كنت تجری بنفسك فلا حاجة لنا بك. ای نیل اگر به اختیار خود جاری هستی پس ما حاجتی به تو نداریم، همونطور خشک بمان، جاری نباش. و این كنت تجری بامر الله فجری علی اسم الله. و اگر جاری هستی به امر الله فجری علی اسم الله، من امیر المؤمنین به نام اون الله به تو دستور میدم که جاری باش داخل نیل. عمرو بن عاص رضی الله عنه اون نامه را داخل نیل انداخت. آبش که خشکیده بود
دوباره به جریان آمد و میگویند که تا به حال هرگز دوباره آب نیل میگه قطع نشده و تا قیامت قطع نخواهد شد. دوستان چه کسانی بودند؟ اغرب انقلاب وقع فی التاریخ، عجیب ترین انقلابی که در تاریخ رخ داده. مثالش را بیارن اهل دنیا، کجا هست؟ لیس لها نظیر فی التاریخ. بیارن اهل دنیا که با آبا اجداد خود افتخار میکنن، به مثل این قصص و حوادث را در دنیا بیارن که به دنیا دارن دستور میدن، به حیوانات وحشی جنگل دارن دستور میدن. نشست داخل مدینه به رود نیل مصر داره دستور میده. كان غریبا فی سرعته و کان قریبا فی سعته و شموله. چقدر سرعت داشت این انقلاب، در مدتی کمی کجا به کجا رسید. امپراتوری ایران روم ابرقدرت جهان را به زانو در آوردند. کان غریبا فی قرب فهمه. خیلی ساده بود این پیام نبی ما، این پیام آسمانی، پیام اله العالمین. هر کس میتونست بفهمه. چوپان صحرا به راحتی میفهمید. مثل فلسفه یونان نبود که غامض باشه، معمایی باشه، نتونه هر کس بفهمه. همین نزدیکی من یادم یه جای مطالعه کردم در مورد فلسفه یونان. فارابی معلم ثانی من میگه کتاب النفس ارسطو پدر فیلسوف را من میخواندم، بعد از 100 بار خواندن میگه من فهمیدم مطلب ارسطو را در کتابش. ولی این پیام آسمانی خیلی آسان بود، مثل اونها پیچیده و غامض نبود. بله دوستان، چون وقتم بسیار کوتاه است، فقط به 2 قصه کوتاه که خیلی کوتاه هم میکنم، من بسنده میکنم. یک زنی امرأة غامدیه آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اعتراف کرد به گناهش. یا رسول الله انی قد زنیت فطهرنی. فرمود من زنا کردم یا رسول الله، من را طهارت بده، من را پاکم کن، حدود اله را خداوند را بر من جاری بکن. پیامبر صلی الله علیه وسلم چهرهش رخش را برگرداندند. باز از اون طرف میگه آمد، باز اعتراف کرد. باز پیامبر صلی الله علیه وسلم چهرهش را به اون ور کرد. باز از اون طرف آمد اعتراف کرد. یا رسول الله والله انی لحبله. خب بنابر مقتضای بشریشون گناهی اگر از اونها صادر میشد، دوستان دقت بکنن چطور توبه میکردند. فرمود یا رسول الله من را ترک نکن چنان که ماعز اسلمی را ترک کردی برای چندمین بار. گناه از من صادر شد، تمام شد. یا رسول الله من را پاکم کن، حدود شریعت را بر من جاری کن. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی دیدن که حامله است فرمود که هنوز باردار هستی، برو، وقتی که فرزندت متولد بشه دوباره بیا پیش من. میگه فرزندش متولد شد، پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد. یا رسول الله گفت این داخل یک قطعه پارچه‌ای کرده بود، گفت این فرزندم هست که متولد شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود هنوز ایام شیرخوارگیش است، هنوز برگرد تا ایام شیرخوارگیش سپری بشه. برگشت میگه و فی یده کسرت خبز، در دست اون فرزندش طفلش میگه قطعی از نانی بود که نان را در محضر پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه بیخورد. فرمود یا رسول الله ایام شیرخوارگیشم سپری شده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستور رجمش، سنگسارش را کرد. وقتی که میگه خالد رضی الله عنه میگه سنگ میزد به اون زن در حال سنگسار بودن، وقتی میگه سنگی را زد، خونی از اون زن به چهره خالد میگه پرتاب شده آمد و خورد. خالد میگه فش داد، ناسزا گفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم، دوستان نگاه بکنیم، داره سنگسار میشه، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم فسمع النبی
سبه ایاها، شنید خالد داره دشنام میده اون زن را. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودند مهلا یا خالد، آهسته ای خالد، آهسته، چرا فش میدی؟ آیا میدانی این چه زن چه توبه‌ای کرده؟ یک توبه این زن کرده، اگر توبه این زن را به اهل کل شهر مدینه تقسیم بکنی برای کفارت گناهان همه اهل مدینه کافی خواهد بود. چطور توبه می کردن؟ بالایش مگر معمور بود؟ برای چندمین بار پیامبر تردش کرد، رفت که فرزندش تا متولد بشه انتظار کرد، دوباره آورد، دوباره پیامبر برگشت داد. مگر بالایش معموری بود که بیاره؟ چقدر اون فرزندش با زبان بی زبانی دعوت کرده مادرش را که مادر کجا داری میری برای سنگسار شدن؟ من را داری ول میکنی داری میری. اما آمد و اعتراف کرد و سنگسار شد. دوستان، و قصه آخر همین قصه معاصر هست. مولانا محمد تقی عثمانی در کتابش جهان دیده به زبان اردو این قصه را ذکر کرده. در همین سده اخیر، در همین قرنی که ما هستیم، یک قصه در عراق، همین ما در عراق، در کشور عراق، در مورد قبر نعش قبر دو تا صحابه بیان کرده. خودش در تیتر اون قصه فرموده یک عجیب، به زبان اردو یک عجیب ایمان افروز واقع با این عنوان نقل کرده این قصه را. در اون زمان در سال تقریبا 1929 میلادی پادشاهی بوده، پادشاهت بوده اون زمان، حکومت عراق. پادشاه اون زمان خواب میبینه، دو تا صحابه پیامبر به خوابش میان، عبدالله بن جابر و حذیفه بن یمان، در کنار رود دجله دفن بودند. آمدن گفتن که بون پادشاه در خوابش که فکری به قبر ما بکن که آبی از طرف رود دجله داره به طرف قبر ما میاد، فکری بکن در حق قبر ما. قصه را دوستان من کوتاه بیان میکنم. با علما مشورت کرد، مشاوره کرد. علما فتوا دادن، بعد از تحقیق و تفحص فرمودن که این قبر این دو تا صحابه باید منتقل بشه. و تاریخ میگه اعلان شد، میگه تا اینکه بتونن همه اونهایی که قصد دارن نگاه بکنن، چون واقعی بود که در تاریخ رخ نداده دو تا صحابی بزرگوار نبی صلی الله علیه وسلم قرار نبش قبر بشه، نعششون از زیر زمین بیرون بیاد. میگه حکومت عراق خیلی اهتمام خاصی کرد. میگه اینقدر مجمع مردم از داخل و خارج میگه آمده بودند برای این دیدن این صحنه. میگه حکومت اون زمان اهتمام کرده بود، صفحات بزرگی را قرار داده بود، مثل چطوری که در اون زمان رایج بوده، صفحاتی مثل صفحه سینمای قدیم. میگه که تا اینکه اونایی که در دور هستن بتونن راحت ببینن این واقعه را. میگه دو تا قبر این صحابه نبش میشه دوستان. وقتی بیرون میارند بعد از 1400 سال و اندی که از قبرش و از نعششون، از جسدشون گذر کرده زمان، ولی دیدن که چقدر بدنشون تر و تازه هست. و متخصص چشم دکتری بود بالای اون قبر، غیر مسلمان بود. وقتی دید که این حتی پلکای چشماش نیفتاده، فرمود اولین چیزی که از میت داخل قبر میفته همین پلکای چشمش هست، درخشش همین چشمش هست که سیاه میشه. اما وقتی دید که پلکای چشمش هنوز نیفتاده، همونجا میگه کلمه شهادت را خواند، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. بدین دوستان سنوریهم، استاد در آخرین قصه میگه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. الله تعالی وعده کرده به زودی در این افقها، در این اطراف و اکناف جهان و در بدنهای شما آیاتی را ما به شما نشان خواهیم داد، حتی یتبین لهم، برای تمام دنیا آشکار بشه، انه الحق، که الله حق هست. بدن دو تا صحابی بعد از گذر این همه مدت سالم مانده، عبرتی است برای همه مسلمانان. پیام اون رسول را به دنیا رساندند.
ما هم ان شاء الله نیت بکنیم، تصمیم بگیریم، مشابهت اختیار بکنیم در افعال ما، در افکار و در فعل و در قصد خود ما، مثل اون صحابه رسول صلی الله علیه و سلم باشیم. من عذرخواهی میکنم از محضر اساتید که صدایم را در مقابل آنها بالا بردم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.